رقیب من یک رحمان نشد در اینجا. رقیب من یک حکومت با تمام ساختارها، از آن جمله با ساختارهای قدرتی خود. من فکر میکردم که گویا که این انتخابات نیست، یک میدان محاربه های سخت است. این عموما من در یگان وقت نخوانده بودم، در یگان جا که تا همین درجه از طرف ساختارهای دولتی مقابلیت شود. ببینید که وقتی که تنها 5 روز ماند از امضا جمع کنی، بعد وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سفارش داد که جناب رمضان رحیموف که دیگر به آنها خلل نرسانید و فشار نآورید. یعنی که همین این یک بازی های بود. من به یک خلاصه آمدم که در حقیقت این حکومت ترسو است، ترسید نباشد. فرقش چقدرایی که عموما ما نشنیدیم که امضا جمع کرده باشند. وقتی که همون دوستانی ما برای امضا جمع کنی می رفتن، ما حتما می گفتیم که پرسید که از دیگر حزب‌ها هم آمدن و یگان نفرشان به ما نگفتن. تنها از آنه که من پرسیدم 1-2-3 نفر گفتن که گویا که از حزب کمونیست آمده بودن. من دیگر از دیگر حزب‌ها این چیزها را نشنیدم.